بنده دستش می برداره و با آب چشم از خدا مغفرت گناه میکرده است. جبرائیل همراه ملائکه او را نگاه میکرده است به خاطر که این عمل بنده را خدا دوست می‌دارد. جبرائیل همراه یک توده ملائکه ها بر همین زمین ما میآیند، با امر خدا میآیند. دیگار میره جناب مفسر حضرت مجاهد که ابن جریر از نامش میاره، میگه پیامبرمون در بین اصحابش یک حکایه کرد. گفت یک مرد بود در بین اسرائیل، عجیب مرد بود. میگه این مرد از شب تا روز عبادت میکرد، از روز تا بگاه در جهاد بود. میگه بر علیه دشمنای خدا می جنگید. میگه همین عبادت و جهادش 1000 ماه دوام کرد. اصحاب پیغمبر میگه عجیب، در یک حیرت افتادن، تعجب کردن چی مردی خوبی بود که میگه همین آیت نازل شد لیلة القدر خیر من الف شهر. شما در یک شبی که همین را با آن ترتیبی که من گفتم شب زنده داری کنین، برابر انا حتی ثوابی همون نفری که شب تا روز نماز میخوان، روز تا بگاه در میدان جهاد بود، همون هم در نامه اعمالتان نویسانده میشود. من در ماه رمضان برای شما حدیثی خواندم با روایت حضرت امام ابو هریره که حدیث متفق علیه بود، حدیث بخاری و مسلم بود. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی رمضان از روی اعتقاد به خاطر ثواب اگر روزه بگیره، خدا گناهاش مغفرت میکنه. عیناً با همین حدیث بخاری و مسلم با روایت جناب امام ابو هریره پیامبرمون چی گفت؟ من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی این شب را هم اگر شب زنده داری کند، عیناً همون پاداشی را که در رمضان وعده بود که گناهات مغفرت می شود، گناهات مغفرت می شود. برادری عزیز، نگو که من 20 سال و 30 سال گناه کردم، نگو من 50 سال گناه کردم. در نزد پروردگار بخشیدنش هیچ مقصد، هیچ قدری هم ندارد. الله مهربان خواهد 100 ساله گناه انسان می بخشد. زین لحاظ خودش وعده دارد گناهاتان هم می بخشد. برای چی برادر عزیز؟ برای چی اینجا در کلمه گناه آمد؟ زیرا یگانه چیزی که ما را پیش خداوند سرخم میکند، خجالت در میماند، این گناه های ما هست. انمی روی گناه هست که دلهامون سیاه هست. از روی گناه هست که ما را چقدر مشکلات های زیاده فرا میگیرد. از روی گناه هست که قحطی میاد. از روی گناه هست که بارش نمیبارد. ببینید، از روی گناه هست که حتی میوه هامون حاصل نمیتید. از روی گناه هست که در کارامون بسیاری وقت برار و برکت نیست. همه اینها برادر عزیز از روی گناه می شود. حسن بصری را وقت پرسیدن بهترین روزی تو کدام روز است؟ گفت همان روزی که اگر با پروردگارم گناه نکنم، همان روز گفت برای من بهترین روز، گفت به حساب می رود. عزیزای خدا میگن آنها که زی من خدای من می بیند، کافر ببیند و صحبتم ننشیند. گر قیصه خود پیشی سگ برگویم، سگ دامنی پوستین زی من برچیند. حقیقتا میگد همین قدر شرمنده ایم، همین قدر گناه های زیادی دارم که اگر یک آدمی نامسلمان گناه های مرا ببیند، با من هیچگاه او همنشین نمی شود. اگر همین گناه های من پیش یک سگ اگر برگویم، حتی همون دامن پوستینش همون سگ میگد از من بر میکند. یعنی به آدمی گناهگار حتی اونها نزدیک شدن برای خود خواهش ندارند. حتی ما در آیت قرآن داریم که وقتی که انسان گناه میکرده است، شیطان میگفته است اینی بریء منک، من از تو بنده ای که پیش خالقت گناه میکنی من بیزارم.
بلکه چی میگد؟ من از پروردگار میترسم. یعنی از تو بیزارم و از خدا میترسم. برای چی از من بیزاره؟ برای که تو میگم مبتلای گناه در پیش الله مهربان شدی. حضرت مولاوی را خدا رحمت کنه در مثنویش میآورد، میگو جدی تو آدم بهشتش جای بود. پدرتون میگه وقتی خدا برد در جنت جا کرد، جدی تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند بهر او سجود. تمام ملائکه آمده سجدش کردند. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب بره بیرون خیرا. وقتی که الله گفت با این درخت نزدیک نشو، وقتی سخن خدا را شکست، وقتی گناهگار شد، الله از جنت بیرونش کرد. به خاطر چی؟ به خاطر گناه کردگیش، به خاطر نافرمانیش. بعد حضرت جلال الدین رومی اینجا اگه شاید خیلی غضبناک میشوه و بعد به طرف همه ما چی میگه؟ بین میگه که تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی. ای روسیا، این باباتون پدرتون به یک گناه بیروشید، شما اینقدر آلوده گناهینو با این با میخواهین جنت برین. خلاص برای جنت رفتن میگه عبادت در کاره. برای جنت رفتن هیچ وقت آلوده به گناه شدن در کار نیست، هیچگاه. برادران عزیز و گرامی، در حضرت علی را یک سخن شدیدم، بسیار سخن زیبا گفته است. میگه وقتی با کسی اگر ملاقات میکرد، میگه 4 توصیهش میداد. یکم میگفت بچم، میگفت بچه جان، بنده خوبی خدا، در همین دنیا میگفت کاری کن که گناهگار نشوی. 1. 2. بچه جان، بغیر خدا با کسی پیمان دوستی نبند که هر کسی که پیمان دوستی بستی حتما پیمان میشکنه. 3. اگر از چیزی سوال کرده شوی ندانی، بگو نمیدانم. 4. بچم همیشه صبر برای خودت انتخاب کن، زیرا چگونه ای که میگفت سر در بدن چی نقش دارد، این صبرم در عبادت همیشه نقش دارد. خلاص برادر عزیز فهمیدیم که بهتر از 1000 ماه بوده است و کسی این شب اگر شب زنده داری کنه، خدا گناهاش میبخشد. گناهایی را که عزیزای خدا بهترین روزشان روزی را میگن که در او روز گناه نکرده باشند. در دام آیت قرآن چی خوندیم؟ تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. در این شب برادر عزیز دیگر فضیلتش چیه؟ حضرت جبرائیل همراه یک توده ملائکه ها بر همین زمین ما میآیند، با امر خدا میآیند، با سفارش پروردگار میآیند، برای هر امری که اگر بیایند. ولی در زیرش در تفسیر دیدم میگه وقتی میآیند و مثال عبادت بنده ها را میبینن، وقتی میآیند زاره و تولا و گریه و طلب مغفرت بنده ها را میبینن، میگه جبرائیل ملائکه را میگفت است که بیایید، میگفت است یک عبادتی را ما و شما نظر اندازیم که این عبادت در آسمان در بین ما نیست. بیا یک عبادتی را مقصد تماشا کنیم که در پیش خدا بسیار محبوبیت دارد. او چی است؟ وقتی بنده دستش می برداره و با آب چشم از خدا مغفرت گناه میکرده است، جبرائیل همراه ملائکه او را نگاه میکرده است، به خاطر که این عمل بنده را خدا دوست میدارد. چیزهای عجیبی که در اینجا اونها میبینن انامین است که ما وقتی که بالای جای نمازیم، وقتی تلاوت قرآن داریم، ببینید وقتی که زاره و تولا داریم، اونها در این عمل ما جبرائیل همراه ملائکه نظر میکرده است. در اخیر آیت آمدیم سلام هی حتی مطلع الفجر. مفسران میگن که مراد از سلام اینجا در سلام فرشته ها هم به شب زنده داراست. یعنی کسایی که در مسجد که امروز به واسطه این بیماری درهای مسجدها بسته شدند، نه تنها در جای ما، در روی عالم، مفسران میگن میآیند مسجدها مقصد به قوم ها نگاه میکنند، میآیند در خانه ها
به مردمی که در علایدگی پروردگار زاره و تولا دارن با اونها نگاه میکنن سلام میتین. یک معناش میگه این است. دیگر معناش این است که این شب شب سلامتی است. سلامتی مقصد چی است؟ سلامتی این که پیش خدا تو پاداش اجر میگیری و در این شب هم شیطان به تو هیچگاه نزدیک شدن نمیتونه. حتی مطلع الفجر، تا وقتی که مقصد صبح میدمد جمع فرشته ها بعد روج میکنن به سوی آسمان.